درود به همراهان عزیز کانال، امیدوارم عالی باشید. تو این ویدیو میخوایم 6 حیوانی که میتوانند کروکودیل یا تمساح را شکست دهند به شما معرفی کنیم. پس تا پایان ویدیو همراه ما باش. کروکودیل ها موجودات وحشتناکی هستند که از میلیون ها سال پیش در اطراف ما وجود داشتند. آنها دارای یک فیزیولوژی منحصر به فردی هستند که به آنها اجازه میدهد دمای بدن خود را تنظیم کنند و در طیف وسیعی از محیط ها زنده بمانند. اگه تا اینجای کار از ویدیو خوشت اومده دکمه لایکو بزن. کروکودیل ها با وجود شهرت وحشتناک خود در درندگی عضو مهمی از اکوسیستم محسوب می شوند و نقش مهمی در کنترل گونه های مختلف جانوری دارند. کروکودیل ها موجوداتی خونسرد هستند که برای مدت های زیادی می توانند زیر آب بمانند. اما بیایید ببینیم 6 حیوانی که می توانند کروکودیل ها را شکست دهند کدامند. شماره 1 جگوار. جگوارها شکارچیان هنرمندی هستند که بدون توجه به انواع گونه تمساح می توانند آنها را شکار کنند. حتی کیمن سیاه که مخوف ترین گونه تمساح است. جگوار می تواند سر تمساح و گلویش را با یک گاز خرد کند. این صحنه از ویدیو جگوار با یک شکار موفق تمساح را از آب خارج می کند، جوری که انگار یک عروسک است. او در قلمرو خود حتی می تواند به یک کروکودیل حمله کند. جگوار را در کلیپ بعدی ما ببینید که روی یک تپه کوچک شنا کرده و کمین می کند و به سمت کایمن سیاه یورش می برد. تمساح سرش را به چپ و راست میبرد تا به جگوار حمله کند، اما دیگر دیر شده است. در کلیپ های بعدی میبینید که جگوار با چه مهارتی مانند یک آبزی به درون آب میپرد و تمساح ها را شکار میکند. شماره 2 ببر. گزارش های متعددی از حمله ببرها به کروکودیل و تمساح در ساحل گزارش شده است. ببرها از معدود گربه‌سانانی هستند که می توانند در آب شنا کنند. با این حال اغلب گونه های ببر می توانند در آب از کروکودیل شکست بخورند، اما در خشکی قضیه کاملا فرق می کند. ببرها در غرب هند چندین بار توانستند تمساح ها را بکشند، اما اندازه آنها به مراتب کوچکتر از تمساح های آفریقایی است. ببرها به خاطر قدرت کمین و غافلگیری که دارند می توانند مخفیانه به تمساح حمله کرده و قبل از اینکه بتواند واکنشی نشان دهد با آرواره‌های قوی و پنجه‌های قدرتمندی که دارند تمساح را می کشند. شماره 3 شیر. شکار کروکودیل برای شیرها معمول نیست، زیرا کروکودیل ها معمولاً طعمه آسانی نیستند. با این حال در شرایط خاص یک شیر ممکن است به کروکودیل حمله کند. اگر کروکودیل در لبه آب یا خشکی با شیر برخورد کند، احتمال اینکه توسط آن غافلگیر شود بسیار زیاد است، زیرا آنها اغلب با هم همکاری می کنند تا حیوان قوی تر را از پای درآورند. اگر شیرها به تمساح حمله کنند معمولا زیر گردن و شکم را هدف قرار می دهند که آسیب پذیرتر است. اگه تا اینجای کار از ویدیو خوشت اومده دکمه لایکو بزن و اگر به ویدیوهای حیات وحش علاقه داری حتما کانال ما رو سابسکرایب کن. شماره 4 اسب آبی. پرخاشگرترین حیوان آفریقا اسب آبی است و در صورت احساس خطر بدون توجه به حیوان مقابل حمله می کند. در فصل خشک زمانی که آب کمیاب است این دو حیوان مجبور می شوند تا آب باقی مانده را با هم تقسیم کنند، بنابراین طولی نمی کشد که درگیری آغاز می شود. دهان اسب آبی بزرگ است و دندانهایی به طول 50 سانتی متر دارند که به راحتی می توانند کروکودیل را با یک گاز از بین ببرند. اسب آبی اندازه بزرگتری از تمساح دارد و می تواند به 1500 کیلوگرم برسد، در حالی که کروکودیل نهایتاً به 1000 کیلو می رسد.
شماره 5 فیل. اگرچه فیل ها آبزی نیستند ولی در فصل گرم برای خنک شدن به آب میزنند و میتوانند تا اندازه قد خود به زیر آب بروند. این دو در بیشتر مواقع میتوانند با هم همزیستی کنند، اما اگر تقابل صورت بگیرد فیل ها حیوانات بزرگتری هستند و میتوانند به وزن 5 تن هم برسند. اگر تمساح هوس حمله به فیل را بکند، فیل به راحتی میتواند با پاها و با خرطوم قوی خود تمساح را له کند یا از عاج‌های بلند خود برای نابود کردن تمساح استفاده کند. شماره 6 مار پایتون. تقابل این دو به ندرت اتفاق می افتد، اما در بعضی مواقع این تقابل اجتناب ناپذیر می شود. مار پایتون اغلب کوچکتر از کروکودیل است، اما اگر به اندازه‌ای برسند که بتوانند دور کروکودیل بپیچند می توانند به راحتی آن را خفه کنند. پایتون معمولا در کمین میماند و به اندازه کافی به طعمه نزدیک می شود تا بتواند ضربه محکمی به طعمه بزند و بعد به سرعت رعد و برق خود را به دور طعمه می پیچند و باعث خفگی آن می شوند. اگر تمساح توسط مار پایتون غافلگیر شود، به سرعت دور تمساح می پیچد و قبل از اینکه بتواند از خود محافظت کند آن را خفه می کند. از حیوانات به راحتی تمساح رو شکار کرد؟ توی نظرات به ما اعلام کنید. ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی دیگر بدرود دوستان.